از دور آشیان تو را یاد میکنم، در هر کجا نشان تو را یاد میکنم. از کوچه های شهر خیالی چو بگذرم، ایوان گلفشان تو را یاد میکنم. نمی ارزد برای مال دنیا برادرزاده بفریبد برادر. چون ما فرزند کوههای بلندیم و ما پستی نمیزیبد برادر. 57 سال پیش از این استاد لایق این شعر را به برادرشان، به دوست جمالکیشان، امروز پروفسور مشهور، دانشمند مشهور تاجیک، دانشمند سرشناس تاجیک، یکی از ادبیاتشناسای بزرگ تاجیک استاد عبدالنبی ستارزاده بخشیده بود. و ما امروز با برادر استاد لایق، با استاد عبدالنبی ستارزاده در سر مزار استاد لایق هستیم و می‌خواهیم که درباره استاد لایق صحبت کنیم. درود بر شما استاد. می‌خواهم که صحبتمون از همین 4 مصرع آغاز کنیم که این مصرع‌ها چگونه تولید شد و چه تاریخ دارد. بله، این یک کتاب نوشته استاد لایق به من است در صحیفه اولی مجموعه نخستینشون سری سبز. ببینید استاد، این شما در قطار دوست‌های قدیم‌ترین استاد لایق هستید. طوری که خودتون یکدیگر میگویید دوست‌های جمالکی. میخوام که از اولین واخوریتان با استاد لایق یادآور شوید. اولین واخوری و همینش رو میدونم که ما در آموزشگاه پداگوژی شهر پنجکند شد و در رفت در جریان درس هایی که در یک صنف میخواندیم از همونجا آغاز شد. اون وقت من و لایق 13 ساله بودیم، سال 1954. استاد ساربان 1 سال از ما کلان 14 ساله. دوستای جمع که گفتن لایق، این گفته لایق است، لیکن گفته ایش که از یک گفته خلق در میان مردم مشهور است، از اون برداشته شده است. خیلی دوست می داشتم این رو استفاده کردن و من مشاهده کردم که همین تعبیر رو در حق استاد ساربان می گفت. دارا یکی از دوستای نزدیکترینش دارای دوست می گفت و در حق کمینه می گفت. یک نوشته دارد، باز هم در یک کتاب نوشته در یکی از مجموعه هایش به من این خیلی گفته است، به عبدالنبی به دوست آوان بچگیم، جوانیم و در قصد نوشته است پیریم. آوان یعنی این دوستای آوان بچگی را 13-14 ساله ها که بودیم همونها رو دوستان جمالکی میگوییم، ولی دوستای جوانی و اینش استاد دوستای خیلی زیادی داشت. ببینید یک چیز من مشاهده کردم، فقط باید گویم که من دیدم که استاد لایق در شعرشون فقط برادر گفته و به شما مراجعت کردند. البته برادر بسیار استفاده کردند ولی مراجعت بی‌واسطه فقط به شما است. از این برمیاد که استاد نسبت شما بسیار احترام زیاد داشتند. تشکر، واقعا هم احترام زیاد داشت، حرمت میکرد و من هم همچنین اینقدر احترام و اخلاص و چیزی که به لایق داشتم کم در نسبت کسای دیگر دارم. درباره آموزشگاه پداگوژی پنجکند صحبت کردیم. در یک مقاله شما که چند سال پیش نشر شده بود و شامل کتابتان هم شده است، شما یک چند بیت میارید، دو میگویید که در زمان تحصیل در آموزشگاه هم استاد لایق شعر میگفتند و لایق فتحی حتی تخلص داشتند. آیا شما همین در زمان تحصیل در آموزشگاه میدانستید و شوق و رغبت ایشان به ادبیات و به شعر مخصوصا؟ به شعر و ادبیات شوق فوق‌العاده داشتهش رو میدانستیم از صحبت‌هایش، از آنکه در درس‌ها جواب میگفت، از آنکه علاقه بسیار ویژه به ادبیات داشت و سخن داشت میدانستیم، اما راستش بگویم از شعر گفتنش خبر نداشتیم. گمان میکردیم که شعر میگوید، اما
از شعر گفتنش خبر نداشتیم و لایق یک نفری هست که از ابتدا تا آخر هیچ وقت خودنمایی نمیکرد، مخصوصا در گفتن شعر. آدمای دیگر یک شعر یک نویسن و یک شعرگونه نویسن، همه را جمع میکنن، من شعر نو نوشتم اینا گوش کنید تو میگن. هیچ در یادم نیست که لایق یگان مراتبه در دانشگاه در آموزشگاه همین کارو کرده باشد. بعد از اون در دوشنبه در دانشگاه هم در انستیتوت و ما در یونیورسیته میخواندیم، در اونجا هم این کار رو نمیکرد. این کارها یعنی شعر خواندن برای ما بعد از اون که همچون شاعر شهرت پیدا کرد بس آغاز کرد. ببینید استاد، بعد ختم آموزشگاه شما آمدید به دوشنبه، شما و استاد سوربن وارد یونیورسیته شدید، دانشجوی یونیورسیته دولتی تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان شدید، ولی استاد لایق موفق نشدند و دانشگاه با انستیتوت پداگوژی شهر دوشنبه داخل شدند. سبب چی بود که چنین شد؟ یک تاریخ بسیار عجیبی هست. سال 1958 بود. ما هر سه‌مون آمدیم حجت هامون رو به یونیورسیته سپاریدیم. گفتیم اول نیت داشتیم که شعبه شهرشناسی سپاریم. رئیس امتحان‌های قبول همان وقتی یونیورسیته رحمت تیمور کریم بودن و تاریخ شناس. اون کس گفتن که برادرها سال نخستین قبول به شعبه شهرشناسی بود، شما بهترش به یگان شعبه دیگر یا فاکولته دیگر. بنابراین ما به فاکولته زبان و ادبیات سپاریدیم. 4 امتحان بود. امتحان ادبیات جهانی، انشا، زبان روسی دیکتن و تاریخ بود. همه شد که من و سوربن 3-5 گرفتیم، یک تا 4 از دیکتن 4. لایق 2-5 و 2-4 گرفت، از جمله از انشا. در انشا من خیلی یادم است که همین بنای مرکزی امروزه حال دانشگاه ملی یک مجلسگاه، یک تالار دارد در قبط دوم، آشانه دوم. در قطار آخری همون نشستیم و انشا می نویسیم، پهلو با پهلو هستیم. موضوع پند و اخلاق در اشعار استاد رودکی بود. برای چی؟ برای اینکه سال 1958 سال جشن 1100 سالگی استاد رودکی بود. وقتی نتیجه انشا رو اعلان کردند ما سخت در حیرت شدیم. برای چی؟ برای اینکه ادبیات رو بدون شک و گفتگو که امروز من تصدیق میکنم لایق از ما بهتر میدونست، از منم، از استاد سوربنم و از دیگر هم. در شعردانی مخصوصا با شعرهای رودکی را بعد فکر کردیم که چرا این خیلی شده است. بهای ما 5، بهای لایق که من 100% در پهلو نشسته بودم، بهترین انشا رو نوشته بود، 4 مونده. من خیلی فکر کردم و به همین خلاصه آمدم که سبب اصلیش حسن خط استاد لایق بود. حسن خط استاد لایق، خطشان خوانا است اما بسیار ریزه، خوب و بعض حرفها رو المنت هایش و بود غیر مقرری بود. گمان میکنم که این گمان یقین است که استادی که این انشا را تفتیش کرده است بیشتر و توجه کرده است به حسن خطشان نه به محتواش. باز تکرار میکنم که ادبیات را، شعر را در همون سالها هم من یا کسی دیگری به درجه لایق نمیداد. بنابراین با همون نتیجه امتحان ها لایق 2-5 و 2-4 به انستیتوت پداگوژی شهر دوشنبه قبول شد. امتحان علاوه نسپردید؟ نه نسپردن، همون نتیجه همونها را تفصیلی به انستیتوت قبول شدنش در همون لایق نامه استاد سوربن خیلی خوب و دقیق گفته شده.
ولی نتیجهش این بود که با همون بها و چرا. بنابراین من در یکی از مجلس های دانشگاه ملی به استادان حضور داشتند، شاگردان، من پیشنهاد کرده بودم که لایق میخواست که اینجا دانشجو باشه، همونو همچون دانشجوی افتخاری شما او را قبول کنید. ها گفتن ولی تو هنوز هم نیست. این افتخار میشد برای دانشگاه ملی. یک سبب ذکر کنم که دانشگاه ملی یکی از اساسگزاران و فعالان محفل‌های لایق‌خوانی است که همه ساله صبح 20 مای در همینجا برگزار میشه. هم در نوروز بله. و هم در چی است در جشن زادروز لایق. بله. بله. استاد ببینید در دوشنبه شما دانشجوی دانشگاه‌های مختلف شدید ولی دوستیتان با استاد ادامه یافت. چی طور همین دوستی شما حفظ شد؟ با پیدا شدن دوستای نو، رفیقای نو، همسبقهای نو دوستی شما پراکنده نشد و حفظ شد؟ برای همین طور از خوشبختانه ما همیشه به هر بهانه وا می‌خوردیم. در خانه که در حوله که استاد لایق اجاره هم گرفته بود و اجاره نشینیش بیشتر در منزلی که استاد سوربون اجاره میشیشت در یکی از خانه های دوستانش ما در اونجا جمع می آمدیم. و همچنین در ورزاب جای گریزگاه ما و جای تفریحگاه همون ورزاب بود، اونجا می رفتیم. در اونجا سرابستان استاد ساربان بود، اونجا می رفتیم. به هر بهانه هیچ وقت علاقه ما کنده نشده است. مخصوصا جای جمشدی و ما بنای کهنه اتفاق نویسنده ها بود. در بنای کهنه اتفاق نویسنده ها در پسش آشخانه بود و ورزشی بود. در اونجا بعد از کار معمولا بدمینتون بازی میکردیم. بدمینتون بازی میکردیم و اونجا خیلی کسایی بودن. همونجا لایق، ساربان، کودزاد، محمود جان واحد فرحمتی، استاد قناعت، عبید رجب، حبیب الله فیض الله، مهمان بختی و دوستان دیگرمون همونجا جمع میشدن بازی میکردیم. خیلی منتظم، به طوری منتظم. دیگر اینکه بعد از ختم کردن هم اگرچه من در دانشگاه اسپیران بودم، استاد لایق در روزنامه کمسومال تاجیکستان به کار در آمدن، لیکن بعدتر همین طور شد که ما یک جایه در یک اداره هم کار کردیم. مثلا در کمیته رادیوی تاجیکستان ما در شعبه بخش ادبی، شعبه ادبی میگفتن، رهبرش هم عنایت رستم بودن، این که از خانم پولاد تالیز، خیلی زنی مشفق و رهبر کاردانی بودن. هم لایق و هم ساربان و هم من خادم ادبی رادیو بودیم. چند سال کار کردی در رادیو؟ 3 سال زیادتر. از اونجا من لیکن اسپیران بودم، برای علاوه باز در اونجا کار میکردم. اما لایق و ساربان من بودن، خادمی اساسی همون شعبه بودن. بعد از اون مرا دعوت کردن به اداره مجله صدای شهر از رادیو. آمدن اونجا استاد لایق مدیر شعبه نظم بود و من مدیر شعبه تنقید شدم. چند سال باز همراه زمانی که زنده یاد عبید رجب سردبیر این مجله بودن، اون وقت همکار بودیم. بنابراین هیچ گونه یک دوری با سبب اون که در دانشگاه های مختلف تحصیل میکردیم نبود. ما ببینید از نگاشته های مختلف میخونیم که در سالهای جوانیتون شما استاد لایق، دارای دوست، اکبر ترسون، محمود واحد، ولی صمد و چند نفر دیگر، استاد کوزاد یک محفل خاصی داشتید.
که پیوسته وام میخوردید، ملاقات میکردید، ببینید که چنین این یک مدل عجیب، یک محفل های ادبی است. چی شما را متحد میکرد و در این محفل ها بیشتر اطراف چی صحبت میکردید؟ اول درباره همین محفل، این محفل از روی یک مقصد و یک چیزی خاص ما تشکیل نکردیم، به طور طبیعی بود. همون تمام همون واخوری هایی که گفتیم از دوست ما، بعد جمع می شدیم مثلا در همون بنای اتفاق نویسنده ها به بهانه بدمندان بازی. بعد از آن در بنای نوی اتفاق نویسنده ها اینجا بیلیارد بازی میکردیم البته بعد از کار. و خیلی دوست می داشتیم که از همین بنای نوی اتفاق نویسنده ها در اون وقت پایان سرنشین چی می رفت؟ راه می رفت و اونجا پیش از آن که به دریای دوشنبه رسیم، یک آب، یک کانال از ایستگاه برق آبی دوشنبه می گذشت و به همون رود دوشنبه پیوست می شد. کنار همون رود می شدیم، همونجا جمع می شدیم. از بازار روبرو برکت یا تربوز یا یگان چیزی می خریدیم و می بردیم همراه. جام ما هم همون و بود قلمپور بلغاری شکاف میکردیم می بردیم و معمولا شахمات بازی و در رفت شахمات بازی صحبت از ادبیات و از زندگی و از این چیزا بود. در این محفل شما نام گرفتید، واقعا هم اونها عضوهای اصلیش اگر به اعتبار بگوییم بودند. علاوه بر این یگان قطبی و مستان هم اشتراک میکردن، می آمدن. رحمتی عبیدالله عباد فیضالله کاتب اتفاق نویسنده ها بودن، اونجا آمدن و نمون خربزه خوری، تربوز خوری، شахمات بازی و صحبت. عبدالله زاکرفم ترجمان بودن و ولی ترجمان داغستان من، اون هم کم می آمدن. و آهسته آهسته این محفل ما سنتی و عنعنوی شد و مردم بسیار شوق و توجه ظاهر کردن که به این اشتراک کنند و به نظرم شهرتش به اندازه شد که در بعضی از مقامات یک شبهه، یک شک پیدا شده است که اینا چی میکرده باشن، به خاطر چی. وقتی که همین گپا پیدا شد میدیدیم که بعضا آدمای حضور پیدا میکردن که اونا از این قبیل، از این اعضای چی نبودن. بعد لایق رحمت لایق شوخی کرده، گفته که من حکومت رو تقسیم کنیم. شوخی یک حکومتی و گفته از جمله به من منصب وزیر فرهنگ را گرفته بودن. این شوخی بود. هیچ گونه موضوع سیاسی بحث حکومت گرفتن، شریک شدن این چیزا نبود. اما بعد از آن که همین گونه آوازه ها پیدا شده است و چی است، لایق در یکی از صحبت هایش همین شوخی آمیگفت. اینجا نامی که رو فراموش کردیم، اکبر ترسون هم در اینجا حضور دائمی داشتن. همیشه بازار صابیر هم همیشه نبود، به می آمد. ببینید شما وقتی افتید که جاممان قلمفور بلغاری بود، حاضر لایف هک میگوید. این لایف هک بسیار جالب است که در ذهن ما نبود و این محفل های شما تا کی دوام کرد؟ تا آخرین روزهایی که داشتیم لایق بودن همیشه بود. خربوزه حتی برداشته نمی بردیم، میغیلوندیم از بازاری و میغیلوندیم تا نزدیک. خواهم که کمی درباره شعر استاد لایق صحبت کنیم. استاد لایق چگونه به محیط ادبیات تاجیک وارد شدند؟ استاد لایق در همین زمینه یک گفتای بسیار خوب رحمتی گلنظر است. گلنظر در همون کتاب لایق چون لایق در یک جاش می نویسد که هیچ ادیبی حالا من عینا نمیگم از منان، هیچ ادیبی مثل لایق، مانند لایق به ادبیات به این و
رفتار سرعت بسیار تیز شتاب داخل نشده است. به شست تکمیل و مقام و مرتبه پیدا نکرده است و به همین درجه جای هم پیدا نکرده. این گپش درست واقعا هم. وقتی که اولین شعرهای نخستین شعرهای لایق چاپ شدن از طرف بزرگان شاعران بزرگ اون وقت همون اعتراف کردیدن. در سخنرانی هایشون از این یاد کردن، تعریف کردن. استاد ترسونزاده، استاد قناعت، استاد باقر رحیمزاده. بنابراین واقعا همطوری که گلنظر میگوید بسیار در یک مدت و در یک فاصله بسیار چیزی شهرت پیدا کرد، موقع پیدا کرد. میبینید همین رشد و تکامل ایجادی استاد به وقتی ما درباره طوری گفتید با شتاب رشد و کمال یافتند، چه عامل ها سبب شدند که زمینه شدند که استاد لایق به درجه چنین یک شاعر برجسته به کمال رسند؟ این ظاهرا با شست به ادبیات داخل شدن لایق ظاهری می نماید. واقعا باطنا لایق خیلی آمادگی کامل داشت برای در ادبیات در شعر موقع پیدا کردن. مناسبتش به ادبیات بسیار جدی بود. اینطور واقعا همطور می نماید از کنار از پهلو نگاه کنید که این با شست آمد. نه، با آمادگی تام داخل شد، تیار بود برای گفتن این گونه شعری که این شعر مثل این شعر دایقوار در ادبیات گذشته ما، در ادبیات یعنی در دوران شوروی به این پایه به این درجه نبود. خودش در یک جا میگوید و ما هم تکرار کردیم که این کار را نو کردن ادبیات، نو کردن شعر را استادان دیگر سر کرده بودند. استاد لاهوتی، استاد ترسونزاده این کار، پیرو سلیمانی، حبیب یوسفی این کار کردگی بودند. غفور میرزا در سالهای بعد مومین قناعت، استاد قناعت این کار کرده بودند. لایق و نسلی که بعد از لایق آمد اونها همون کارهایی که اونها کرده بودند و ناتمام بود تمامی بخشیدن، تکمیل دادن. مرحله صفتا نوی شعر و ادبیات ما رو بازید آورد. در نوشتهتان همین رونده میگوید که لایق شعر تاجیک را به اصالت ازلیش برگردانید. یعنی چی؟ میخوام همین مفصل شرطی. با اجازت شما من اول همه عامل های باز یک بار دیگر گویم. یعنی اعتراف بزرگان ادبیاتمون که شعر لایق رو اعتراف کردن. دیگرش البته استعداد مادرزادش فوق العاده. دیگر مطالعه پیوسته ادبیات هم خودی و هم خارجی. من میدیدم که کتابخانه فردوسی بخش شعبه دستنفیس‌ها میرفت و دیوان شرقی بیاتی را که در نوشته فارسی بود، با الفبای فارسی بود، مطالعه میکرد، روزها مطالعه میکرد. این فقط یک چیزی که ما دیدیم. این دیگر بعد محیط ادبی همون سالها محیط ادبی که سرپرست از استاد ترسونزاده و باقر رحیمزاده و قناعت بودن، محیط بسیار سازگاری بود. دیگر البته همون محفل خاص دوستانه که دوستان لایق داشتن به نبود، به چی نبود. اکادمیک اکبر ترسون در یکی از یادداشت‌هایشان در بالای میگن که در این محفل لایق یک اندیشه میگفت، من یک اندیشه پیشنهاد میکردم، دارا یک اندیشه، عبدالنبی یک اندیشه. یعنی ما اندیشه ها، ملاحظه ها و چیزهای بررسی جریان ادبیات تاجیک، ادبیات دنیا اینها میرفت. اینها عامل ها بودن. اکنون میاییم به همون مسئله چی است؟ بله، به مرحله یا به اصالت ازلی برگردانیدن شعر معاصر تاجیک بود. واقعا هم
این چی معنی داره؟ این در این برای من به تفصیل در همین کتابی من همین چی گفتم از رودکی تا لایق و در اون مقاله شعر رودکی و لایق‌وار من شرح دادم. فقط خود یک نکتهش رو تاکید میکنم که اینجا شعر ما از لحاظ مهارت آفرینش، مهارت آفرینش یا اینکه هنری شاعری به درجه اون مطلوب نبود در زمان شوروی. این یک اشاره های استاد لاهوتی هم هست که میگن که چی هست. خب موضوع ها خوب است اما هنر شاعری هنوز غیب بود. لایق توانست لایق بعد از آن کسایی که همراه لایق بودن مثل بازار و اینها توانستند که همین هنری والای گویندگی شاعری که شاعران گذشته ما از استاد رودکی و خیام و نظامی و سعدی و حافظ و مولانا بود اونها رو برقرار به همون درجه بردارن. برقرار کردن نه اما به همون پایان نزدیک کنن. و همین بود که شعری لایق، شعری قناعت، شعری بازارسابیر شعری بود که تنها در دایره تاجیکستان معمول نبود، در افغانستان، در ایران هم بسیار پذیرایی خوبی داشتند، خیلی قبول شده بودند. همین از لحاظ هنر بود. از جهت زبان و طرز بیان هم که این هم یک رکن اساسی هنر شاعری هست. خیلی کارهای نو و تازه‌ای را انجام دادند. تشکر استاد. شما باز می‌نویسید که به شرافت آفریده‌های لایق در ادبیات ما بیان موضوعهای ملی به رسمیت درآمد. چه عامل‌ها سبب شدند که استاد لایق یک شاعر در ابتدا لیریک به موضوعهای ملی روی آورند؟ تا آخر هم عادل جان شاعری عاشق ماند، شاعری شعرهای عاشقانه ماند. اول توضیح هم ندهند و میگوید که یک شعری دارد با نام رجوعی داستانی که هرگز نتوانم نوشت. یعنی و شعری حماسی نمیگفت، شعرهای حماسی نمیگفت، اساسا شاعری لیریک بود. و حالا میایم به اون که یکی از موضوعهایی که لایق و پیروان لایق هم مکتبان لایق داخل کردن همین به ادبیات وارد کردن تفکر ملی بود، تفکر ملی اصیل، یعنی از وطن، از زبان، از گذشته و امروزه تاجیکان و تاجیکستان افتخار کردن در شعر پیشینه هم بود. اما به اون درجه که لایق گفت اینا نبود. در شعر لایق واقعا تفکر ملی جاری شد. آزاد، لایق، بعد از آن گل رخسار، گل نظر، دیگرها واقعا داخل شد. اینها چه بود؟ اینا مضمون کنکریت مشخص و شاعرانه پیدا کردن. دیگر رستم ابرز شد، تهمینه ابرز شد و دیگرها و ضحاک و اینها هم ابرز شدن. گذشتگان نزدیک ما مثلا باشد خود ترسونزاده قهرمان شدن یا دیگرها شدن قهرمان شیرمون. این تفکر ملی بود و زمینه هایش کی پیدا شد. اتحاد شوروی سابق یک محیط، یک فضای نسبتاً آزادی پیدا شد. این همون گرمای خروشچوی. بعد از آن در زمان چی است آزاداندیشی و در زمان گرباچوف بازسازی و اینها اینها زمینه پیدا کردن. لیکن حتی در زمان شوروی هم در مقیاس شوروی نویسنده ها و شاعرای بودن که فکرشان را در همین زمینه خیلی خوب میگفتن. رسول غنزاتو داغستانی من شعرهایش که تواردوفسکی، الکساندر تواردوفسکی، روبرت راژینسکی، اندری وزنیسنسکی، یوگنی یفتوشنکو، اینا شعرهای میگفتن. شدیسیاتنیکو در همون زمانش هم بسیار عجیب، در همون زمان زمینه پیدا شده بود
یا ادوارد اسم ژلایتیس چلاوی گفته یک مجموعش برآمدگی بود. یعنی زمینه ها پیدا شد و خدمت لایق و پیروان لایق و همکسبان لایق در اون سالها عبارت از آن بود که همین را به ادبیات ما به طور خیلی خوب و بسیار به طور عالی و اصیل داخل کرد. بله استاد ببینید یک چیز هم مشاهده میکنیم که در شعر استاد لایق همون جریانی که بود در سالهای شوروی شعر کمونیستی گفتن و ترغیب غایه های کمونیستی و مثلا تملق و تعریف و همین چیزها نیست باشتم خیلی کم چی چیز به استاد جرأت میبخشید که در درون جریان نباشند و از جریان بیرون باشند و نوگرایی کنند. برای مثال درباره ساختمان‌های عظیم، درباره مثلا قرارهای سیاسی پارتیا، درباره همین چیزا ننویسند و شعرهای عاشقانه بگویند. ما در همون صحبت‌هایی که می داشتیم از همین وضعیتی چیمون ادبیاتمون شعرمون در سالهای 30 40 50 چندان قانع نبودیم. برای چی؟ برای آنکه اون ادبیات یک نوع ادبیات چی بود؟ ادبیات شعرهای روزمرگویی بود. بنابراین یک جنبش محو شعار میدادن که این نمیشده کن به طور عمومی گویی. مثلا غفور میرزا هم اینا شعار چی را گفتن شعر کنکریت را شعری گوییم که باید با کنکریت باشد چیز عمومی نباشد یک گپ خالی نباشد و شعر باشد. از اون وقت سر شد لیکن لایق همینا یک سبقی که از ادبیات شعر همون زمان سالهای 30 40 و 50 برداشتن لایق باشن همین بود که اون طور شعر گفتن نمیشه و اصالت شعر بش کردن در کار در اون وقت و یا در پرتو یا در زمینه ادبیات جهان باید شعر گفت شعر باید گفت شعر بدون تصویر شعر نیست بدون معنی شاعرانه شعر نیست. این گپی که گویید که فلان و این اون شد یک خبری عادی خبرنامه عادی و شعر نبود. اما همین شد سبب شد که اینها دیگر کردن واقعا تجربه آموختن سبق برداشتن از اون و از تجربه چی کردن دیگر اینکه شعر گذشته ما شعر زمان کلاسیکی ما هم شعر بود معنی بود معنی های شاعرانه داشت و تصویرهای شاعرانه داشت هنرهای شاعری بسیار عالی داشت. این همه را تزریج کردن شرق و غرب به هم پیوستند و شعر نو کردن به این طرز موضوع گفتن. درست است که استاد ترسونزاده برای آنکه استاد لایق و استاد بازار شعرهای روزمره نمیگفتند انتقادهایی که میشد استاد ترسونزاده اینها حمایت میکردند یعنی به یک معنی اجازه داده بودند که اینها شعرهای ملی و شعرهای عشقی و گویند و از شعر روزمره دست کشند. حمایت میکردند در سخنرانی هاشون در پلینوم اتفاق نویسنده ها در انجمن اتفاق نویسنده ها در صحبت هایی که داشتند و در واخوری هایی که با کسانی که تقدیر ادبیات به اونها وابستگی داشت خلاص میفهموندن که اینها شعر خوب میگن اینها درست میگن این معنی اون ندارد که اینها زمان حاضره رو سیاست حاضره رو اونا قبول نداشته باشن دارن اما به طور خود میگن شعر میگن. لایق هم یک سلسله پیش به نارک بازار هم به کمبینت عرضیز زواد عرضیز اینها نوشتن لیکن اونها شعر گفتن. و درست است که همین سلسله های اینها بعد از شکایت نامه ها نوشتن. نه خودشون میخواستن که باز هم در موضوع مهم اجتماعی از جمله ساختمان های بزرگ شعر گویند نه شعار گویند شعار نه شعر گویند
و نوشتم توانستم و نمونه عبرت شدم. استاد میخواهم بیشتر از خاطره هایتان صحبت کنیم. از یک نوشتهتان معلوم است که در زمانی در عسکری بودنشان استاد لایق مکاتبه ها داشتید بله. و شاید در مورد های دیگر نیز مکاتبه ها دارید. آیا نامه های استاد تا امروز حفظ کرده اید و آنها کدام موضوع های فرا میگیرند و آیا نیت نشر کردنشان دارید یا نه؟ اولش همین گویم که بله نامه ها داشتیم، نامه ها می نویستیم، لایق می نویست، من می نویستم. این نامه ها در دست من است، اونا هستن. موضوع ها گوناگون، موضوع ادبیات، شعر، زندگی اینها بود و یک مکتوبی هم نوشته بودم داخل یک بسته فاصلکه همراه میوه های مویز و بادام این چیزها فرستادیم. طوری که لایق میگوید گرفتم ولی خیلی دیر گرفتم. گرفتم نخوردم. برای چی؟ برای اون همون ایزویشینیش خبرنامه را خیلی دیر بعد از یک ماه در قسم حربی حربایی که داره بعد از این گذرسان میگیرد که میوه ها آب برآوردن و شدن. اون نامه‌ای که من نوشته بودم همون آب‌های مناقت کور و شده است. بعد یک شعر نوشته بود نیم شوخی نیم جدی یک شعر نوشت. این شعر نامه به دیپوتات به دلبر دیپوتات هم به دلبر دیپوتات اینجا شما اشاره کرده دگون دلبر دیپوتات نداشته. این بد نیست. این شعر یک انگیزه همون حالت نامه و فاصلته که ما فرستادیم است، لیکن جواب به یک هجویه، یک نقیضه به شعرهایی که هنوز هم در اون زمان ها به دیپوتات و به کاتب رایگام و به دیگران میبشیدن، همین خیلی گپا رو داشتن. یک نقیضه است، یک پرادی است و بسیار جالب و عجیب است که باز یک بار دیگه در همین شعر شخصیت شاعر به تمامی شد. زنده دل، آزاد، بعد توانا در گفتن شعر، بسیار ابرازهای عجیبی دارد، تصویرهای عجیبی دارد. این از همون جا است. ولی اگر هم تو نگاه کنید و یک نقیضه است به همون باز هم شعرهایی که متاسفانه هنوز هم چاپ می شدن. 8 مرد چاپ می شدن، ایدی اکتبر چاپ می شد و دیگر مناسبت ها و برای همین یک نقیضه به اون گونه شعرها بود. ببینید دیگران هم اشاره کردند و شما هم می نویسید که استاد لایق شعرهای نشر نکرده داشتند و آیا واقعا چنین شعرها هستند و اگر باشند در دست کیستند؟ همین استاد لایق در صحبت‌هایش به من میگفت که شعرهای چاپ نکرده دارم، حالا وقتش نیست برای چاپش. همش در کامپیوتر پسرم رامیش هست. همین گفته میگفت تکرار و تکرار. بعضی از اون شعرهای در زمان زنده بودنش چاپ نشدگی امروز چاپ کردن، وقت رامیش کرد و دیگر علاقمندان شعرشون کردن. لیکن استاد لایق شعرهای چاپ نشده‌ای که در بایگانی خودش نیست در دست مردم هست زیاد داره، باید زیاد باشه. 4 بیت شعری باید لایق هست. همه چیزا دارد و یک وقت به من نقل کرده بود، نمیدونم اینه، یک دختر خانم خیلی خواهش کرد که یک چی نویسند، یک کتیبه نویسند، یک کتاب نوشته یا یگان یک نویسند. میگه در جایی بودیم که یک کاغذ نیست، قلم نیست، کتاب نیست که من در وی نویسم. بعد در پیشونش یک بیت نوشتم. من گفتم این بهترین بیت بوده که ببینید همون بیت باید ایستاده باشه. دیگر چیز گرد از چیزهای چاپ نکرده نشر نشده لایق رفت.
وقتی که ما در رادیو کار میکردیم برنامه های رادیویی خیلی زیاد می نوشتیم 5 صفحه 6 صفحه 10 صفحه اکثر مادرنامه های نوروزنامه هایی که در وی هست قلم لایق تو بود بنابراین همین ارخیو بایگانی رادیوی تلویزیونی ما خیلی چیزا رو دارد که اونا چاپ نشده یگانجا چاپ نشده اینها رو باید حتما وی کرد همین ها رو جمع آوری کرد و چاپ کرد این خیلی چیزا دارد بله این خیلی چیزا دارد یا اینکه گفته بود که و میراثخوار تعیین کرده بود به نوع‌های گوناگون شعر دیوانش را میراثخورش یک خانم بود شاید در همونجا غزل‌هایی که می نوشت میداد در دست اون خانم هم باشه مثلا این حزنامه هاش و خبسیاتش به اصطلاح ساده گویی مگر میراثخورش من بودم چند خبسیاتی که دارد شعرهای اونا در دست من هست یعنی این خیلی چیزایی هم باید جمع کرد برای شاعری بزرگ میراث شاعری بزرگ خرد نمیشه به قیمت به ارزش نمیشه مثل که روزها پوشکین جمع آوری میکنن و در کلیات های اکادمیکی اشان چاپ میکنن خیلی کردن ببینید شما میراثخوری یک بخش اجازت استاد لایق میخواهم درباره همکاری هایتان با استاد لایق بغیر از دوستی و ارتباط انسانی برادری رفاقت همکاری های علمی و ادبیتان چند حرف بگویید از اون کارهایی که اساسی هایی که من میگویم اولین تقریر به اولین مجموعه نخستین لایق من نوشتم اولین تقریر بعد از آن وقتی که مسئله چی برآمد چاپ کلیات شاعر بعد از مرگش برآمد در خوجند چاپ شد سرسخنش رو من نوشتم این کلیات در تهران هم نشر شد 2005 نشر و در خوجند 2001 اونجا چاپ شد بعد از مرگش باز لایق آرزو میکرد میگفت که من از همه همین شعرهایم بهترین هایش رو جمع میکنم و یک چی میکنم یک مجموعه ترتیب میدیم گفت متاسفانه عمر وفا نکرد این کارو نکرد اون مجموعه به نام انگاره ها سرسخنش من سرسخن نوشتم و چاپ شد اینجا دیگر من برای خودم یک قرض دادم یک وظیفه گذاشتم که هر سال هر وقت یک چیزی درباره لایق نوشته باشم این کتاب حالا از رودکی تا لایق این حالا یک کتاب است من نیت دارم که اگر فرصت میخوام که فرصت داشته باشم عمر اگر باقی باشد یک کتاب خاصه یک رساله مخصوص درباره لایق نویسم این از نیت اون چیزی که من نیت کردم باید نویسم استاد درباره استاد لایق خیلی زیاد نوشتم بله مقاله خاطره کتاب ها بله میخواهم که نظر شما بدونم که بهترین چیزهایی که ها نوشتند برای مثال بهترین اثر علمی درباره استاد لایق کی نویست بهترین خاطره هایی که تالیف کرد چون خیلی زیاد چیزها چون میشد که سطح و سویهشون خیلی مختلف هست خیلی زیاد من در یک گوشه لایق دارم خیلی کتاب ها درباره لایق شعرش هست بهترین کتابی که درباره لایق نوشتن همون کتاب گلنظر هست لایق چون لایق دیگه کتاب تعلیفی تحقیقی علمی که بهتر از این باید متاسفانه تو حاضر پیدا نشده دیگر از خاطره ها بهترین خاطره ها همون کتاب لایق نامه استاد ساربان و یک کتاب خاطره های اگرچه حجمش خوب است بهترین به قلم برادری بزرگشان قاری شریف تعلق دیگر متاسفانه کسایی که درباره شعر لایق بنویسند چیزهای عمومی تحقیق نکرده نسنجیده
نفهمیده خیلی زیاد است. و از اینا چی و خود خیلی زیاد شده در که بسیارش حتی به حقیقت هم درست نمیگیره. متاسفانه همین خیلی دروغ های شما هم خوندگی هستید؟ خوب خیلی دروغ زیاد هست. متاسفانه حاضر زمانی شده است که هر کس دوی اسبش امکانیت داشته باشد چاپ کردن میگیرد، اما از نام لایق به منفعت خودشان استفاده میکنه، وگرنه چیزی درست و خواندنی و واقعی که سیمای لایق آشکار کند متاسفانه بسیار چیز. بعد خاطره های چی خانم فرزانه هم شعرشون و هم خاطره ای که دارن از بهترین خاطره ها هست که تکرار به تکرار چاپ می شود، همین ها هستند. شاید بعضی خاطره های دیگر هم هست، مصاحبه های خوب هم هست. مثلا یک مصاحبه که عسکر حکیم با استاد لایق کردگی مصاحبه خوب است، مصاحبه خوب است. همین چیزها هستند اما مقدارشون کم است. سالهای 70 80 استاد لایق سرمحرر مجله صدای شرق بودند، رئیس بنیاد زبان تاجیکی، دیپوتات بودند، هم در اینجا و هم دیپوتات شورای عالی شدند آخرون. یعنی زندگی خیلی با رفاه هم داشتند، ولی یک بار شورای برهم خورد و روزگار همه از جمله مخصوصا روزگار اهل ضیا، آنهایی که با قلم سر و کار داشتند سنگین شد. استاد چطور مطابق شدند به همین روزگار سنگینی؟ اول از همون چی است روزگار بسیار خوب و با رفاه زمان شوروی گوییم که لایق داشت، این از وی بود. حق قلم، مزد قلم، کتابهاش تست چاپ میشد، چون کتابهایش خیلی فعالانه و میکرد ایجاد میکرد و چاپ میشدن و خریدار زیادی هم دادن. معمولا برای نسل 5000 برای شعر 10000 اگر این تعداد تیراژ باشد اگر از آن لایق زیادتر بود و خریدار داشت. یکیش این. دیگرش من وقتی که همراه در چی کار میکردیم، در رادیو کار میکردیم، خیلی زیاد گفتارهای زیاد مینوشت و گنرالهای خوب داشت. خودش هم به من گفت که من از اون ماهانه ای که در جای دیگر میگیرم این گنرال ها حق قلم مزد قلمی که از گفتارهای رادیو میگیرم بیشتر بود، از این جهت بود. دیگر در زمان و متاسفانه همین خیلی شد، تنها احوال لایق نه بلکه دیگه هم خیلی محدود شد، لیکن با وجود آن لایق زندگی بدی نداشت. نباشد استاد، من میدونم که شما در باره استاد لایق شعر نوشتگی هستید، یک شعر دارید بعد از مرگ استاد لایق نوشتید، همون شعر برای در فراورد صحبت همون شعر برای تماشابینان ما قرائت کنید. نوشته شده، من از همه اونها رو جمع میکنم، در کجا که باشه جمع میکنم، در دستم هست، در روزنامه در کجا هم هست. باور کنید عادل جان هیچ یکم این اکن چی میگم نشان چی نیست، بزرگمنی چی نیست. هیچ یکی آنها همین درد دل منه، حسیات ما، اندیشه های من درباره لایق وای نمی کند، قانع نمی کند. یک انالوگ هم دارد. در گذشته دولت‌شاه سمرقندی یک غزلی چی رو می‌دارد، غزلی عبید زاکانیه درباره قرض. این بیچاره دولت‌شاه قرض بسیاری داشتن، بعد گفته است که هیچ یک غزل مثل همین غزل درد من احساس من درست بیان نکرد. به این خاطر یک شعرگونه فقط برای نشان احترام و عزت. لایقا چون تو کسی نادره گفتار نماند، شاعر و عاشق چون تو سزاوار نماند. زنده کرده مولوی و حافظ و خیام را، مثل تو عیسی دمی کو معجزه آثار نماند. همصف و همساغر و همکیش خیام بزرگ، این زمان
در ملک ما مثل تو هوشیار نماند. هم صف و هم ساغر و هم کیش خیام بزرگ، این زمان در ملک ما مثل تو هوشیار نماند. ساقی بزمی عروسی های دوران بوده، رازدان و رازگوی عاشق زار نماند. تا تو بودی مردمی تاجیک به صاحب نبود، رفته مرثیه خان نامبردار نماند. مادر ملت سیه پوش است اندر ماتم است، نامه مادر که خواهد گفت بیدار نماند. ما ز تو قدر زبان مادری آموختیم، من ندانم چون شود چون تو زباندار نماند. در غم ملت ندیدم هیچ کس مانند تو، ملت ما را چطور امروز غمخوار نماند. داشتم در دل تمنا بیت گورم گوی تو، وا دریغا حسرتا چون تو وفادار نماند. سلامت باشید استاد.